تو هم میخوای حدیث بخونی اما به بنبست خوردی؟ یه عالمه کتاب و کانال باعث شده هی از خودت بپرسی که از کجا شروع کنم، سراغ کدوم کتاب برم و به ترتیب چیا رو بخونم. خوبه که یه راه حل وجود داره. مطالعه حدیث مثل هر رشته تخصصی و مطالعه هدفمندی به ترتیب، روش و راهنما نیاز داره. لازم نیست از روز اول متخصص حدیث باشی، اما ضروریه که بی‌نقشه وارد این دریای عمیق هم نشی. مدارس آیات بر پایه طرح 7 وادی و 40 منزل حجت الاسلام طباطبایی از اساتید به نام علوم حدیث یک سیر مطالعاتی رایگان برای آشنایی با میراث حدیثی شیعه آماده کرده. در این مسیر 40 اثر به صورت مرحله به مرحله معرفی میشن و برای هر مرحله سطح مطالعه، زمان مورد نیاز و روش خاصی روشن شده تا خوندن احادیث پراکنده و اتفاقی نباشه. شما هم میتونید از امروز حدیث خوانی رو شروع کنید. ما خدمات جلسات مباحثه و مشاوره و همفکری و پرسش و پاسخ رو به اضافه تهیه نسخه فیزیکی و الکترونیکی کتاب‌ها با ابزارهای مفیدشون در اختیارتون میذاریم. این دوره رو میتونید تو شبکه‌های مجازی رسانه مدارس آیات دنبال کنید.